دعاهای کفری الله یاری. بینندگان گرامی، دعا کردن و طلب کمک نمودن در دعا نوعی عبادت است، چنانکه الله متعال می‌فرماید: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. و پروردگارتان فرمود: مرا بخوانید تا دعای شما را بپذیرم. بیشک آنان که از عبادت من سرکشی می کنند به زودی خوار و سرافکنده وارد دوزخ خواهند شد. کلینی در الکافی جلد 2 صفحه 641، کتاب دعا و حر آملی در وسائل شیعه جلد 7 صفحه 22، شماره روایت 8599 از امام باقر رحمه الله روایت می کنند که در تفسیر این آیه فرمودند که مراد از عبادتی در این آیه دعا هست، بلکه دعا از افضلترین و بهترین عبادات است، چنانکه در وسائل شیعه جلد 7 صفحه 22 و بحار الانوار جلد 90 صفحه 300 روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: الدعاء مخ العباده، دعا مغز عبادت است. پس از آنجا که عبادت مخصوص الله متعال است، لازم است تا انسان مسلمان در دعای خیش فقط و فقط از ذات احد ولا شریک الهی درخواست کند. الله متعال می فرماید: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. و چون بندگانم از تو درباره من بپرسند، بدانند که من نزدیکم و درخواست دعا کننده را بدانگاه که مرا میخواند اجابت میکنم. پس باید دعوتم را بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا هدایت یابند. اما میبینیم که آخوندهای رافضی برخلاف نصوص صریح قرآن کریم دعایشان متوجه غیر الله متعال است و از آنها کمک و مدد طلب می کنند. به این کلیپ توجه نمایید. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام اکشف کروبنا بحق اخیک الحسین علیه السلام. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام اکشف کروبنا بحق اخیک الحسین علیه السلام. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام اکشف کروبنا بحق اخیک الحسین علیه السلام. مشاهده نمودید که این آخوند از عباس ابن علی برادر امام حسین رضی الله عنهم میخواهد که سختی ها و گرفتاری های او را برطرف سازد، در حالی که الله متعال میفرماید: ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. و هیچ کس گمراه تر از کسی نیست که کسانی جز الله را به فریاد می‌خواند که تا روز قیامت نیز درخواستش را پاسخ نمیگویند و آنان از دعا و درخواست ایشان بیخبرند. و هنگامی که مردم برانگیخته میشوند دشمن ایشان خواهند بود و منکر عبادت اینها خواهند گشت.
پروردگارا قلب مبارک حضرت ولیعصر علیه السلام را از ما راضی بفرما. پروردگارا عزیزانی که از دنیا رفته اند، از محبین حضرت ولیعصر علیه السلام منتظرینش، دیگر اونها را یواش یواش به دنیا بیار پروردگارا که بیایند و انشاءالله مقدمات ظهور فراهم بشه انشاءالله العزیز. این آخوند رافضی در قسمت اول دعای خود الله جل جلاله را وسیله‌ای برای رسیدن به رضایت امام زمان خیالی قرار می‌دهد، در حالی که این عده همیشه مدعی هستند که ما به ائمه متوسل می‌شویم تا به رضایت الله متعال برسیم. لذا ما اینجا در این فراز از دعا عرض میکنیم در درگاه خدا که خدایا اون اولیاء خاص خودت رو، اونها رو وسیله و ذریعه به سوی خودت و به سوی بهشت خودت قرار دادی و این روشی است که ما در توسلاتمون بهمون تعلیم شده که در محضر ائمه عرض میکنیم، مخصوصا در محضر آقا و مولامون حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف عرضه می داریم یا وصی الحسن و یا خلف الحجه، و از اون آقا رو در درگاه خدا وسیله قرار میدیم با این جملات که یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، و صدا میزنیم یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام اکشف کروبنا بحق اخیک الحسین علیه السلام. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام اکشف کروبنا بحق اخیک الحسین علیه السلام. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام اکشف کروبنا بحق اخیک الحسین علیه الصلاة والسلام. پروردگارا عزیزانی که از دنیا رفته اند، از محبین حضرت ولیعصر علیه السلام منتظرینش، دیگر اونها را یواش یواش به دنیا بیار پروردگارا که بیایند و انشاءالله مقدمات ظهور فراهم بشه انشاءالله العزیز. و در قسمت دوم دعای خیش عقیده رجعت را بیان می کند که در تضاد صریح و واضح با آیات قرآن کریم است، چنانکه الله متعال می فرماید ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. آیا نیندیشیده اند که پیش از آنان چه بسیار نسلها نابود کرده ایم که آنان به سویشان باز نمی گردند. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت. الله جانها را هنگام مرگشان می گیرد و نیز جانی را که نمرده به هنگام خواب آن قبض می کند. آنگاه جانی را که به مرگش حکم کرده نگه می دارد.